دوستانی عزیز، نگفتنم آمد آمدی ایدی بهار، ایدی نوروز، این بعداً بود ماه شریف رمضان. به همه شما دوستانی عزیز، تمامی مردمی مسلمانی روی دنیا تبریک و مبارک باد میگیم. این دوستانی عزیز، عینی حال ما لوی دایره نورک داریم دوستانی عزیز. سلام علیکم دوستانی عزیز، هموطنان گرامی و نگفتنم که این لحظه با همراه اکای آرزو و برادر قدرمون میشه اکای شورا جان و این بابی خالداربای در پشتی کامرای و شما میتونید که سایتی بابی خالداربای تماشا کنید و این لحظه ها میبینید که ما دلای دریایی، یعنی که نورک هر یک مویه اینقدری نصیب باشم ما هم مویه را ای دور میشینه تماشا کنید، چون خود در معنی آمدن ماه شریف رمضان به همه شما مبارک برادران عزیز و کسی که ماه شریف رمضان یعنی که ماه مبارک، ماه پر از فیض برکت انتظار ای به همه تون مبارک باد میگم و انشاءالله در کامنتاری ها بنویسین که کسی که انتظار ای، چون که ماه شریف رمضان بسیار یک ماه پر از فیض برکت، یک ماه پر از عبادت، یک ماه که ما باید یکدیگر را ببخشیم، چون که کسانی که چگونه سخنهای خبه گفتن، پس گفتن، بلند گفتن، یکدیگر را ببخشید. در ماه رمضان بزرگان میگویند که کسانی که یعنی که اگر با کسی قهری است روزه و نماز او قبول نیست. و این خاطر ما را کسی چیه میگویم، ما فقط یک هم میگیم به خاطر الله بخشیدیم تا به خاطر الله، نه که در روز قیامت شما ما ثواب طلب میکنیم. خدا نگهبانتون.